اگر دیدیم تو این زندگی دچار افسردگی داریم میشیم، گرفتتمون، بدون بی هدف شدیم و هدف الهی نداریم. من راضیم به رضاست چون اون رضایت داره. مگه رضایت او بالاتر داریم؟ رضایت او بهترین اتفاق است، همون اتفاق بهترین اتفاق است، ولو یه تلخی هایی هم داشته باشد. مگه من و شما وقتی هدفو میدونیم خودمون تلخی به جان نمیخریم؟ میخریم. او بدنسازی که صبح تا شب بلند میشه میره وزن نمیزنه تو باشگاه، تلخی به جان نمیخره؟ خب همینه بره آجر بندازه سر میدون پولم بگیره، چرا پول بده به باشگاه؟ چون هدف داره، چون اون شیرینو رو از سر صبح از خواب بیدار میکنه میفرستش ورزش. اگر دیدیم تو این زندگی دچار افسردگی داریم میشیم، گرفتتمون، بدون بی هدف شدیم و هدف الهی نداریم. مومنو چه ربطی به افسردگی